امروز به بازگویی حکایت‌های شیرین از ملا نصرالدین و زنش می‌پردازیم. پس برای شنیدن آن تا انتهای ویدیو با کانال کلکین همراه باشید. حکایت تنبلی ملا نصرالدین. ملا و زنش در باب بستن در خانه نزاع کرده بودند و قرار شد هر کس اول حرف بزند این کار به عهده او باشد. اتفاقاً گدایی به در خانه آنها آمد و چون در را بازدید وارد خانه شد و ملا و زنش را دید که سر سفره غذا نشسته اند. گدا تعجب کرد که چرا آنها او را دیده ولی هیچ چیز نگفتند. پس نزدیک آنها سر سفره غذا نشست و مشغول صرف غذا شد و باز هم زن و شوهر چیزی نگفتند. گدا که این وضع را دید پس از سیر شدن به عنوان تمسخر قطع استخوانی برداشته و با ریسمان به گردن ملا آویخت و رفت. در این هنگام سگی وارد خانه شد و استخوان را به گردن ملا دید و به طرف آن پرید. آن را به دندان گرفت و خواست بیرون ببرد. ملا هم که ریسمان مانند افسار به گردنش آویخته بود از ترس اینکه مبادا صدایش در بیاید مجبور شد دنبال سگ برود. در موقعی که از در خانه بیرون میرفت ناگهان زنش فریاد زد و گفت در را ببند و برو. از شنیدن این حرف ملا جانی تازه گرفت و اول سگ را از خانه بیرون کرد و بعد برگشت و گفت بلند شو خودت در را ببند و بعد از این مرا در این باب به زحمت نینداز. حکایت کتاب مسئله ملا نصرالدین. روزی زن ملا هر کاری می کرد فرزندش خواب نمی رفت. سپس به ملا گفت هر کاری می کنم بچه آرام نمی شود. آخر فکری بکن که بچه را خواب ببرد. ملا فوراً کتابی آورد و گفت این کتاب را گرفته و صفحه صفحه جلوی بچه بخوان تا خوابش ببرد. زن ملا با خشمی که داشت شروع به داد و فریاد کرد و گفت تو هیچ وقت دست از مسخره بازی بر نمی داری. حالا چه وقت شوخی است؟ ملا گفت من هیچ وقت شوخی بیجا نمی کنم. تو از من چاره خواستی من هم آنچه بلد بودم گفتم. میخواهی انجام بده میخواهی انجام نده. زن ملا گفت این مگر چه کتابی است که هر که گوش کند خوابش خواهد برد. ملا گفت اسم این کتاب مسئله است. سالهاست امتحان کرده‌ام. هر وقت در مسجد شروع به خواندن آن کرده‌ام پیر و جوان و زن و مرد شروع به چرت زدن کرده‌اند و بعضی ها را به کلی خواب برده است. معلوم است کتابی که بزرگان را بخواباند تأثیرش در بچه کوچک حتمی است.